روز 5 سپتامبر سال 2022 در نشست رهبران شرکت‌های راه آهن ازبکستان و تاجیکستان، ازبکستان تیمیر یولری و راه آهن تاجیکستان تصمیم گرفته شد که نرخ چپتای سفر با قطاره راه آهن دوشنبه تاشکند دوشنبه رقم 301-302 علاوه 20% ارزانتر کرده شود. در این باره خدمات مطبوعات شرکت ازبکستان تیمیر یولری که مسئولیت نگهبین و استفاده راه‌های آهن ازبکستان را بر عهده دارد خبر داد در سامانه ازبکستان تیمیر یولری حالا نرخ سفر از تاشکند به دوشنبه از 478440 سوم یا $44 سر می شود. یادآور می شویم نخستین قطاره مسافرکش از دوشنبه به تاشکند بعد 30 سال تنفس ماه ایون سال 2022 آمد. مسافه این خط سیر 916 کیلومتر بوده طول سفر 21 ساعت را تشکیل می‌دهد. این قطاره از پایتخت تاجیکستان از روز دوشنبه برابر آمده به تاشکند الکی روز سه‌شنبه ساعت 13:43 میرسد. قطار از 10 واگن عبارت بوده از جمله 4 واگن کوپه، 5 واگن پلاسکارت و 1 واگن رستوران را در بر میگیرد. روز 2 ایول سال جاری پرزیدنت های دو کشور شفقت میرزیویف و امامعلی رحمان در تاشکند به توافق رسیدند که الکی از 20 ایون حرکت قطاره های مسافرکشی را بین پایتخت های تاجیکستان و ازبکستان از نو برو بیاندازند.